فروشگاه لباس‌های عروسی در شهر هوچو در شرق چین. در این شهرک که صدها دکان فروش لباس‌های عروسی کار می‌کند، سال گذشته پرمشتری بوده است. مقامات چین میگویند سال 2025 نسبت به سال 2024 ازدواج 8% افزایش یافته است. این آمار مقامات چین را به افزایش تولد در این کشور امیدوار کرده است که به حد رکوردی کاهش یافته است. سال گذشته در این کشور نزدیک به 8 میلیون طفل به دنیا آمده است که در بیش از 70 سال کمترین آمار بوده است. در فروشگاه بزرگترین لباس‌های عروسی در چین به موضوع ازدواج و تولد نگاه دیگر دارند. اگر حکومت برای ازدواج و تولد به جوانان بیشتر کمک و آنها را هوسمند کند، شاید میل بیشتر شود. حالا جوانان دیگر شدند. درباره ازدواج فکرشان دیگر شده است. حکومت می‌خواهد جوانان را بیشتر به ازدواج و به تولد کودک هوسمند کند. کارشناسان میگویند سبب اساسی کاهش توجه جوانان به ازدواج در چین خراجات گران نگاهبانی کودک و تحصیل دانسته می شود. راستی گپ در کشور ما دختران کم و پسران بیشترند. اگر شما شرایط برای ازدواج نداشته باشید، اگر حتی 2 نفر را مجبوری یکجا کنید هم زندگی خوب نخواهند داشت. مثال پسر من حالا میگوید که شرایط داشتن یک دوست دختر را هم ندارد. درباره ازدواج و داشتن فرزند جای فکر نیست. در چین رسم است که پیش از ازدواج والدان داماد باید برای پسرانش خانه، ماشین و در بعضی حالت پول کلان قلین یا مهر آماده کنند. چین با بیشتر از 1 میلیارد و 400 میلیون اهالی دومین کشور سیر اهالی ترین دنیا است. تا سال 2023 در جای اول بود، ولی حالا هند از چین گذشته است. کارشناسان میگویند اگر تولد با چنین سرعت در چین دوام کند، اهالی آن سال تا سال کمتر خواهد شد.